بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام سری. سلامت باشید. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان فهیم شبکه جهانی رسال حق. سلامت باشید. استادم سری برای این لحظه خصوصا برنامه آن که واقعا فکر می‌کنم همه ایرانیان لحظه شماری می‌کنن تا این برنامه خیلی خوب و جذابتون شروع بشه و همه ما ازش استفاده ببریم. سلامت باشید. تشکر از شما. و خصوصا شخص بنده واقعا برنامه ها موطوری تنظیم میکنن که سه‌شنبه شب هر جا هستم خودمون واقعا به این برنامه‌تون برسونم. سلامت باشید. نظر لطف شماست برادر عزیز. مایه دلگرمی ماسین. و میخوام اینجا بگم از صمیم قلب خیلی 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 دوستتون داریم. همچنین شما استاد عبدالقدوس دیوان و همه مجاهدان و مبلغین و دعوتگرانی که در راه الله سبحانه و تعالی فعالیت میکنن برای نجات بشریت. سلامت باشید. الله متعال شما را هم حفظ بکنه و دوست داشته باشه. من امین هستم استاد از ایران. آقا امین عزیز سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. من مسئله که واقعا نشون دادین قبل از برنامه جای هیچ صحبت نیست به نظر من، چون واقعا دست این آخوندهای راست بیرون شده و چهره واقعی اینا رو همه مردم ایران و در واقع همه مردم ایران شناخته. درست. من هر بار که واقعا برنامه های رسال حق رو میبینم یاد این آیه میفتم جاء الحق و حق الباطل ان الباطل کان زهوقا. الله اکبر. آقای انصاری عزیز میخوام اینو عرض بکنم، واقعا آشفتگی ها در بین روحانیون آخوندان آیت الله ها زیاد شده. درست. دست پاچگی و تشویش و اضطراب آقایون بیشتر شده. آرامش خودشون از دست دادن. همچون سردمداران مشرک زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم که با آمدن اسلام منطقه خود را در خطر می‌دیدند و شروع به تبلیغ بر علیه اسلام می‌کردند و دست به برگزاری کنگره و سمینار و همایش می‌زدند تا مردم را از پیامبر و توحید دور بکنند و چهره اسلام رو زشت و بد جلوه بدهند و همه ناآرامی‌های آن زمان را به مسلمانان رفع می‌دادند و همه موحدان و خداپرستانی که از شرک نجات پیدا کرده بودند آنها را حتی بیدین و ملحد نعوذ بالله می‌دانستند. دقیقاً همین سیستم و همین روش امروز داره در جامعه ما به وسیله این آخوندها و به وسیله سیستم حکومتی ایران و به وسیله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داره بر علیه موحدین، بر علیه اهل سنت داره همچنین تبلیغاتی رو میکنن. درست. اشکالی نداره کنگره بذارن، سمینار بذارن، ما به حد خودمون ادامه میدیم. ما هرگز از هدفی که داریم در نخواهیم داشت، هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد. حتما. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای انصاری عزیز و روحان و آخوندها فهمیدن که در مقابل توحید نمیتوانند قد علم کنند و جلوی این انقلاب فکری بزرگی که جامعه ما در حال وقوع هست بگیرند. به خاطر همین بر علیه اسلام تبلیغات میکنن و سعی میکنن موحدان را به حال که معنای زیبایی هم دارد. کاش که اینا میدونستن از چه لفظی دارن استفاده میکنن. درست. وهابی خودتون همانطور که میدونید، من میخوام برای بینندگان عزیز بیشتر توضیح بدم. وهاب اسم خداست، از اسماء الحسنا. کسی که به کسی که میگن وهابی یعنی خدایی، ملت عزیز ایران شما ببینید از لفظی استفاده میکنن. به کسی که میگن وهابی یعنی خدایی درست. خطاب میکنن و اهل سنت و همه کسانی را که بس خدا را میپرستن وهابی میگوین. باشد، هیچ اشکالی ندارد. واقعا ما خدایی یا همان وهابی که اونها از این لفظ استفاده میکنن و فقط خدا را میپرستیم، چون خداوند فرموده است ایاک نعبد و ایاک نستعین. کاملا. آقای انصاری عزیز، واقعا من میخوام اینو بگم که ندای توحید بلند و دلنشین است و قرآن پیام آور توحید حق و حقیقت است. تا زمانی که انسانها به قرآن مراجعه نکنند هرگز نخواهند توانست حق و از باطل تشخیص بدهند. شرک رو از توحید. قرآن هدی للناس، کتاب هدایتی برای همه مردم هست. کاملا. من خواهش میکنم همه کسانی که صدای منو میشنوند، خواهش میکنم
واقعا بیاین بدون از تعصب برخورد بکنیم با اعتقادات خودمون، با قرآن بدون از تعصب برخورد بکنیم. انسان فقط با چنگ زدن به قرآن متوجه خواهد شد که شرک یعنی چه. درست. قرآن هست که ما رو متوجه میکند که چه اعمالی شرک و چه اعمالی عبادت خالصانه بر الله متعال است. کاملا کامل. قرآن توحید است. به خدا قسم قرآن توحید است. توحید هست. توحید ناب محمدی است. اللهم صل علی. در قرآن نور است، روشنایی است، شفافیت است، آرامش و سکون است. به خدا قرآن اون چیزی نیست که اینا دارن به ما معرفی میکنن، سعی میکنن ما را از قرآن دور نگه دارن. وقتی انسان از قرآن حرف میزند و یا قرآن را میزند، احساس میکند خدا باز. درست. درست. با او حرف میزند و حتی احساس میکنم نشین خداوند متعال شده است. به خدا انسان زمانی که با قرآن است خیالش از همه چی راحت است. وقتی میبیند خدا را و وقتی کسی که خدا را یافت و به خدا رسید آنبرد هست که دیگران برایش پوچ و بیهوده میشوند. تمام دنیا و تمام زیورالات و زینت‌های دنیا دیگه براش پوچ و بیهوده میشه. درست. دیگر همه چیز و همه کار رو فقط از خدا میدونه و آن وقت است که خداوند میشود راهنمای فردی که با بود. درست. و کسی که با خداوند دوست شد و خداوند دوست اون رو و بدانید که دوست واقعی کسی است که خیر و صلاح دوستات خواهد. درست. بعد است که خداوند نقشه راهنما را به دست دوستش میدهد که مبادا دوستش در این عصر جاهلیت بشریت، در این عصر جاهلیت که بشریت دچار گمراهی مدرن شده و منفعت دنیا را بر منفعت آخرت مقدم میداند راه گم کند. با پیام‌های قشنگی که الله متعال برای ما فرستاده ما را متوجه راهی میکنه که در اون راه سعادت و فلاح و رستگاری است. اولین پیامی که پروردگار متعال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای همه انسان‌ها تا قیامت فرستاد خیلی زیباست. آیه آقای انصاری، واقعا من وقتی که این آیه رو بارها میخونم وجودم به لرزه میفته. اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوام به نام پروردگارت. اینقدر این آیه دلنشین زیباست. اصلا سر قرآن فقط خداوند دیگه منو صدا بزنید، از من کمک بخواهید. بخوام به نام پروردگارت که الحمدلله رب العالمین، رب و خالق همه عالمیان و همه کائنات هستی است. الرحمن الرحیم، رب شما، خالق شما بسیار مهربان و بخشنده است. بیاییم با قرآن آشتی بکنیم. ای کسانی که صدای منو میشنوین، جوانان اهل سنت، جوانان اهل تشیع، بیایید با قرآن تو رو خدا آشتی کنیم. از امشب عهد و پیمان ببندیم که قرآن رو دوست خودمون قرار بدیم، همانطور که خداوند می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. به خدا این کتاب هدایت برای همه ماست. بله. بسیار به حمد رو هر بار در نماز میخونیم اگر بدونیم که خداوند متعال در سوره حمد چه فرموده است، باور کنید همه مشکلات بشریت حل خواهد شد، نه فقط مشکل ما مسلمانان. اگر ما به قرآن تنگ بزنیم هرگز گمراه نخواهیم شد. می‌بینید که خداوند متعال در سوره حمد فقط چگونه می‌فرماید الرحمن الرحیم، رب شما، خالق شما بسیار مهربان و بخشنده است و خطاب به بندگانش می‌فرماید مالک یوم الدین، مواظب باشید در دنیا آنگونه زندگی کنید که روز قیامت فکر کنید پدر و مادر و یا شخص خاص می‌تواند گناهان شما را بپوشاند یا پارتی بازی کند. حساب و کتاب فقط دست من. روز جزا پس بندگان خوبم یا اکنابود و یا اکنابود. تنها راه نجات شما همین است که فقط مرا بسرد و کمک و یاری بخواهید. اهدنا الصراط المستقیم. بیایید با هم با قرآن تو رو خدا من عزیز ایران، بیایید برای یک بار که شده به خدا ما دشمن شما نیستیم، ما فقط نجات شما رو میخواهیم. ما میدونیم آتش جهنم یعنی چه. هدایت شما فقط در این مسیر هست، در این مسیر وحدانیت هست. الذین انعمت علیهم، این راه کسانی است که خداوند آنها لطف کرد و انعام کرد و هدایت کرد و اگر غیر از این باشد در آتش جهنم جاویدان خواهید شد. به خدا راه نجات بشریت نجات همه مسلمان فقط همین قرآن هست. بیایید یک بارم که شده با قرآن آشتی بکنیم. از قرآن برای ما خور ساختن، نعوذ بالله، از خدا برای ما خور ساختن. اینا از وحشت دارن، اینا از توحید میترسن. میگه توحید چی آورده با خودش؟ اینا منفعشون به خاطر توحید نیست که به خطر میفته؟ آیا توحید نیست که اینا منفعت اینا رو به خطر
وقتی زده و براه شدن که سعی میکنن به خاطر منفعت خودشون انسانها رو به آتش جهنم بندازن، به شرک و بتپرستی و تاریکی و ظلمت سوق بدن. بله. ببخشید وقتتون رو گرفتن. خواهش میکنم. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه و این سخنان زیبایی که فرمودید در میزان حسناتتون قرار بده. یوم لا ینفع مال ولا بنون. تشکر از شما برادر عزیز. خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدارتون.